یا آقای موتوری چیه؟ نفری 5 تومن خرید یکم زیاد نیست؟ نه پسر نشید های سرشنخه چی با من دلم روشنه اینا رو همه رو میفروشیم کلی پول به چیک میزنیم. خب به کی بفروشیم؟ به فامیلای شما دیگه. چرا فامیلای ما؟ مگه خودت فامیل نداری؟ اصلا تو به این کارا چی کار داریم؟ ما فامیل داریم زیادم داریم. خب ولی فامیلای ما به بهداشت فردی زیاد اهمیت نمیدن. زنگ میزنیم دونه دونه فامیلاتون همشو میفروشیم کلی موفق میشیم. ببینم لیست رو درست کردی یا نه؟ نه کدوم لیست؟ همون لیستی که آقای سرشنخه گفت دیگه، همونه که باز زیر مجموعه میشدن. آره اونو آماده که موتوری ببین من روزیو میبینم که 300 نفر تو این دستم 300 نفر تو این دستم داریم پول در میاریم. آفرین متی آفرین. یه دقیقه واسه متی قشنگیش ببینی کجاست؟ این الان میاد قراره زیر مجموعه منشی دیگه میفته. آقای موتوری من زودتر اومدم شما رو بدم چجوری حساب کردی؟ طبیعتا بسا تو ادب نداری؟ یعنی چی احترام بزرگتر چی میشه پس؟ چه ربطی داره؟ نتورک ساخته شده برای احترام. بوده ببینم. احترام بعد اینو بگی بیا این لیست رو بگیم. چیکار کنم؟ الکی بیکار نشیم با اینا بازی کن. زنگ بزنید چند نفر جذبشون کن. این همه جنس خریده مونده رو دستا. بدو. الو سلام داداش چطوری پسرم؟ شوهر خاله بابا بزرگ دایی بابا اسمشو بلدی نیستم. آره چه خبر؟ چقدر دلم برات تنگ شده. آخه یادش بخیر قدیما تو عروسی قوقا کرده بودی. عروسی شوهرعمه دایی بابا بزرگ بابا دیگه. بابا خودت بودی اون وسط داشتی برای خودت فیلماش هست. حالا کاری نداریم خوبی؟ آره چه خبر؟ چیکارا میکنی؟ بیکاری؟ نه بابا ببین شانست زده. ببین یک کاری برات سراغ دارم نون و آبدار. من خودم هم مشغولم. ببین اوضاعم خیلی توپ شده. آره نه هرمی نیست. نه این اصلا با اون چیزی که تو ذهن تو خیلی فرق داره. ببین نه آقا این چه طرز حرف زدنه؟ نه دارم میگم کار خوب دارم بهت پیشنهاد. الو پسر خاله شوهرعمه بابا بزرگ دایی بابام قطع کرد. بعد فالو میکنه دیگه. 1000 دفعه بهت گفتم که آقا کنجکاو سازی تو ضعیفه. اینا رو بهشون زنگ میزنی بگو بیان دفتر خود مهندس اینا رو پرزنتشون میکنه. من خودت زنگ میزنم 2 تا شامپو بفروش ببینم بلدی. خب چیز کن شماره نوه دایی تو بده. شما نوه داییمو میخوای چیکار؟ میخوام جنسا رو بهش بفروشم. شما خیلی بیجا میکنی به نوه دایی من جنس بفروشی. الان چرا داری عصبی میشی؟ بیا اصلا اون خانواده رو بذاریم کنار. خب شماره شو خالت رو بده من. خوبه؟ تو لیسته؟ اینا. فهمیدم. آقا هوشنگ دیگه. ریز بود. هوشنگ بود چی؟ الو سلام آقا هوشنگ. سلام خوبی شما؟ آقا ما خیلی تعریف شما رو شنیدیم. به آقا راستی کی بشه شهر بازی با هم دیگه بریم سوار اون رنجر. آره دیگه اون رنجرها رو سوار شیم تو ارتفاع. ببینم اصلا اون بالا تا حالا تهران رو دیدی؟ واقعا آفرین. آره دقیقاً. چرا استرس که داره بالاخره ولی اصلا نگران نباشی. ببین ما یه سری محصولات داریم که دمنوشای کاهش استرسه. اینا رو میخوری کلا تمام استرس های زندگی تو فراموش میکنی. آره اصلا نگران نباش. آقا هوشنگ راستی هنوز اون کلاگیسه رو داریش؟ آره تو عکسات دیدم. آره اتفاقا متین ما اینجا خیلی درباره شما صحبت میکنیم. همیشه ذکر و خیرته. متین به شما میگه که این بهترین شوهرخاله دنیاست. آره خیلی ازتون تعریف میکنه. آقا هوشنگ راستی درباره اون کلاگیسه یه ایده خوب داشتم. ما یه سری محصولات داریم که اینا رو شما میزنی به سرتون و اصلا کلا برای بحث ریزش موه. قوقاست. ببین قوقاستا. آره به سرت که بزنی تمام نقطه های سرت مو در میاد. بله
نه ببین شما اصلا اینو 1-2 ماه که میزنی به سرت کلا دیگه اصلا یه جور دیگه ای میشه. ببین اصلا یه کسی رضا گلزار رو نمیشناسه دیگه. آره خیالت راحت باشه. بابا به جان تو، به جان متین دارم راست میگم. به جان متین. آره مفت قیمتش، مفته. 199 تومن. آره داداش. آره. باشه داداش، میفرستم برات. پس باشه قربونت، خداحافظ. بفرما آقا متین. بله. اینجوری مشتری جذب میکنه. اجازه بده من برات یه زیر مجموعه جور کنم کفت ببره. اینو داشته باش. بذار رو اسپیکر چیکار میکنی؟ الو سلام آقای بهرامی، احوال شما؟ سلام بفرمایید. آقای بهرامی متینم، شاگردتون توی دبیرستان. به به آقا متین، شاخ شمشاد، خانواده خوب هستی؟ من مخلصیم. چه خبرها؟ شما خوبین؟ هنوزم تدریس میکنید توی مدرسه شکوفه‌های باغ میهن؟ نه دیگه متوجه نشدی مگه؟ من بازنشسته شدم، الانم کلا در خدمت خونه و خانواده. خب پس شانستون زده دیگه. چطور مگه؟ آقای بهرامی ما داریم یه کار نون و آبداری میکنیم راستیتش. بعد به همکار احتیاج داشتیم، گفتیم چه کسی بهتر از آقای بهرامی مدرس مدرسه شکوفه‌های باغ میهن. واقعا میگی متین جان؟ بله. چه کاری هست حالا؟ کار ساده ایه، یعنی شما خانواده‌ات هم میتونی بیاری توش. خیلی خوبه که پسرم. بله اینطوریه که شما مایحتاج خونتون رو میگیرید، پول در میارید. یعنی محصول میگیرید، پول در میارید، زیر مجموعه میگیرید، پول در میارید. خیلی خوبه. فقط شما میتونید 1 تومن خرید بزنید. 1 تومن؟ آره. من اگه بدونم کار خوبیه 2 تومن هم خرید میزنم. هرچند شما بگید من خرید میزنم. 5 تومن چطور؟ 5 تومن میتونید؟ آره بابا 5 تومن که چیزی نیست پسرم. 5 تومن آره میتونم. ایول. زیر مجموعه چند تا میتونید بیارید؟ چند تا خوبه؟ چند تا برای شروع دیگه 6 تا خوبه. بهش بگو میتونه بچه‌های مدرسه بیاره. آقای بهرامی شما میتونی برای شروع بچهای مدرسه هم بیاری زیر مجموعه؟ آره من همه رو میارم، هرمی نباشه. فقط من هرمی نباشه هر کاری میکنم. زیر مجموعه میارم، خرید میزنم. فقط متین جان هرمی نباشه. نه نیست تقریبا، یعنی اصلا هرمی نیست. نه آقای بهرامی من به شما زنگ میزنم، بعدن میگم که چیکار کنی. زود زنگ بزنی یا من همه بچه‌ها رو میخوام بیارم دور میدون جمع کنم بیایم دیگه برای شروع. متین جان بازم تاکید میکنم هرمی نباشه. نه هرمی نیست. بله شما قطع کنید. بله خدافظ، من بهتون زنگ میزنم. متین واقعا اینا جزء معلماتون بودن؟ آره دیگه. خوش اومدین به بخش بحث‌های داغ فضای مجازی. یکی از موضوعاتی که دائما تو فضای مجازی در موردش صحبت میشه نتورک مارکتینگ یا همون بازاریابی شبکه‌ایه که یه مدل بازاریابی شبیه به هرمی‌ها و کوست و ایناست که میان میگن که بودو بیا اینجا که قرار پولدار بشی و از این داستان. یکی از کاربران نوشته راستی از اون رفیقتون که میخواست ببرتتون بازاریابی شبکه‌ای و میگفت اگه بیای 3 ماه 206 میخری چه خبر؟ والا اون که خبر این اتوبوسرانی رفته بلیط پاره میکنه، بعد دیگه از شانسش دیگه اتوبوسرانا کارتی شد، دیگه گفتن دیگه نیا. دیگه خیلی هم بهتر اصلا برای محیط زیست کاغذ کارت بهتر. یکی از کاربران نوشته اونجا که مولانا میگه خوش خوش کشانم میبری اما نگویی تا کجا، معلومه داشتن میبردنش بازاریابی شبکه‌ای. ببینید واقعا شانس آوردید. شما فرض کنید 1%، فقط 1% مثلا خیام و عنصری و اینا وارد این شرکت‌های هرمی می‌شدن. یعنی از حافظ تا پروین اعتصامی اینا همه جایگاه می‌زدن و اصلا دیگه کی دیوان می‌سرود. اصلا شما فکر کنید شهریار بعد مثلا میومد 37 روش موفقیت در بازاریابی شبکه‌ای رو مثلا می‌نوشت. چه اتفاق می‌افتاد؟ یه کاربری هم نوشته الان وضعیت جوری شده که دیگه حتی تو نتورک هم نمیگن سر سال بنز میخری، نهایتا میگن مثلا گوشی آخرین مدل میاد دست. وضعیت که من خودم همیشه خیال میکردم که مثلا این هرمی‌ها دروغ میگن که پولدار میشی و خونه و ماشین و ویلا و اینا میخری، تا اینکه خودم رفتم سر کلاسشون شرکت کردم و مطمئن شدم که دروغ میگن.
یه کاربر دیگه هم نوشته چند روز پیش توی یکی از جلسه‌های یه شرکت بازاریابی شبکه‌ای بودم، در حینی که چند نفر بلند می‌شدن و میگفتن میترکونیم و پولدار میشیم و از روی جو فریادهای موفقیت سر میدادن و اینا، یکی بلند شد حرف بزنه، از شدت هیجان گریه‌اش گرفت و نتونست چیزی بگه. بابا شاید بعضیا تا به این همه جو رو نداشته باشن، نکنید این کارا رو. واقعا چرا این کارا رو با جوانای مردم میکنید؟ بابا اینا گناه دارن، این دلشون اندازه گنگیش که اینا مثلا میخوان یه حرف تاثیرگذار بگن، بعد میرن چیزی از قبل آماده نکردن، اون لحظه مجبورن ناچار میشن، جو میگیرتشون، بعد مثلا بغض میکنن، اشک میریزن. نکنید تو رو خدا، نگیر آقا نگیر. خب رسیدیم به نظرسنجی هفته. چند بار به بازاریابی شبکه‌ای دعوت شده اید؟ گزینه 1 الان یا الان. گزینه 2 تقریباً هر ماه. گزینه 3 شماره‌های ناشناس رو بلاک کردم ولی قبلاً خیلی زیاد. گزینه 4 نتورکر هستم، شماره تماس بگذارید. یعنی هر کی گزینه آخر رو بفرسته من شماره‌شو میدم به نتورکرها دعوتش کنن ها. حالا دیگه خودتون میدونید. در مبادلات و در تجارت الکترونیک از 3 صفت فضای رسانه‌ای استفاده میشه. صفت اول فشردگی زمانه، یعنی کاری که مثلا 2 ساعت برای اون وقت نیاز بودم میشه تو 1 دقیقه انجام داد. یکی فشردگی مکانی که مثلا چند کیلومتر برای دیدنش وقت نیاز بود و باید راه طی میشد تا بهش برسیم رو خیلی زود میتونیم با فضای مجازی و استفاده از رسانه‌ها بهش برسیم. و در نهایت فشردگی فناوری، یعنی اینکه به جای اینکه وارد در واقع نمایشگاه‌های بزرگ بشیم، به جای اینکه نیاز باشه به شهرهای مختلف بریم یا حتی چیزهای مختلفی رو بر اساس راه رفتن یا دیدار حضوری درک بکنیم، با استفاده از واقعیت مجازی و فناوری‌های رسانه‌ای بتونیم در واقع بهش دسترسی پیدا کنیم و فهم پیدا بکنیم. اگر تجارت الکترونیک بیاد از این 3 تا ویژگی استفاده بکنه، یعنی بگوید که من میایم با استفاده از فناوری‌های پیشرفته رسانه‌ای چیزی رو برای فروشش، برای ارائهش این فشردگی‌ها رو ایجاد میکنم که برای مشتری و برای فروشنده مسیر مستقیمی رو ایجاد بکنن. این یک فعالیت سالم اقتصادیه و میشه روش حساب کرد. اما شما در نظر بگیرید یک شرکتی بر اساس اینکه میخواد فروش شبکه‌ای داشته باشه بیاد یه سایتی رو درست کنه و یه عده‌ای رو شبیه دستفروشا، شبیه افرادی که در سنتی ترین روش‌های در واقع فروش در قدیم مرسوم بوده رو دونه دونه در خونه‌های دوست و رفیقش بفرسته تا یک جنس بنجل یا یک جنس بی ارزش یا کم ارزش یا گرانتر از قیمت واقعی رو با یک پورسانت کاملا کذایی که وسوسه کننده است به در خونه‌های افراد بفرسته و اعلام کنه که من دارم یک فروش شبکه‌ای انجام میدم. همینجوری که مثال بعضی از سکه‌های کم ارزشی که سالهای پیش در ایران یک کلاهبرداری‌های عمده و میلیاردی شد، ما با مالباختگان بسیار زیادی روبرو هستیم. تو این فضا هم این نوع فروش شبکه‌ای که مبتنی بر فناوری اطلاعات نیست و بلکه مبتنی بر یارگیری‌های عملی و استفاده از شبکه‌های مجازی است که اینها منبعش مشخص نیست، تضمین کیفیت کالا و تضمین قیمتش مشخص نیست و در نهایت افراد رو مجبور به فروش بعضی از کالا و خدمات معمولاً مجهول الهویه و بدون شناسنامه میکنه. اینها هم یکی از کارها و معضلاتیه که به عنوان تجارت در فضای مجازی و تجارت شبکه‌ای و تجارت هرمی آدم‌های زیادی رو زیر در واقع فروشندگی سیستم‌های، نمیخوام بگم که کلاهبرداری، بلکه سیستم‌های ناسالمی که توش فقط سود برای افرادی هست که آدم‌ها رو متقاعد میکنن که براشون دستفروشی مجازی بکنن اتفاق میفته و در نهایت افراد چون
آموزش‌های لازم رو نمی‌بینن و یکی دو بار این گران فروشی رو انجام میدن و دیگه نمیتونن جنس جدیدی بفروشن، در نزد اطرافیانشون مغبون میشن و دست از این کار میکشن و در نهایت سود کلان نصیب کسانی میشه که در دست‌های بالاتر از اینها وجود دارن. تو فضای مجازی، توی دنیای رسانه، اگر سواد فعالیت اقتصادی رو نداشته باشیم خیلی زودتر از بازار عمومی ورشکستگی‌های جزئی اما کلان رو تجربه می‌کنیم. خب اشتیاق رو توی چهرهاتون میبینم که میخواید یک بازاریاب شبکه‌ای قوی بشید و این اشتیاق باعث میشه که شما نتورکرای موفقی باشید. استاد ما یه سوال داشتیم. آفرین، یاد بگیر. ببین چقدر به موقع سوال میپرسه. بپرس عزیزم. خواهش میکنم. استاد یه جزوه‌ای به ما داده بودید که توش جواب سوالایی که مردم از همون میپرسن بود. گمش کردی؟ نه استاد گمش نکردم اتفاقا. چند روز پیش یه آقای اومد یه سوالی از من پرسید. گفت خب وقتی که شما میگید کارتون انقدر خوبه و انقدر منبع درآمدش بالاست، خب تا چند وقت دیگه این اشباح میشه عضوگیریش و همه نتورکر میشن. که من اون لحظه رجوع کردم به جزوه شما و جوابشو دادم. بهش گفتم که یه شرکت آلمانی بوده تو سال 1970 که شروع کرده به عضوگیری و این کارو داشته انجام میداده که از سال 1970 تا حالا فقط 1% از اون جمعیت تونسته جذبش بکنه که اون بنده خدا یه جوابی به من داد دیگه نتونستم چیزی بهش بگم. ولی آفرین. خواهش می‌کنم استاد. تو جواب خیلی خوبی بهش دادی. تو نشون دادی که یک نتورکر موفقی. چه جوابی داد؟ چه سوالی؟ به من گفتش خب اگر از سال 1970 تا الان فقط 1% تونسته عضوگیری بکنه پس کار همچین خاصی نکرده. با اینکه جوابش گفته بودم واسه همه هستونه ولی گفت هیچ کار خاصی انجام ندادی. چی شد؟ چیزی خریده گرفت های مهندس؟ چی شده؟ چیزی نپریده ولی جوابش آدم رو به فکر فرو میبره. اما میریم سر مبحث هدف خیلی مهمه. ما باید به هدف فکر کنیم. اینو که هفته پیش گفته بودین که گفتم ولی هیچ وقت هدف تکراری نمیشه. یه سوال به جا سوال نمیپرسه. نمیپرسم؟ ولی بپرس اشکال نداره. یه لحظه من خیلی عذر میخوام ازتون. چقدر مهربونی همه سوالا. الو جانم. سلام شوهر خاله جان، شما خوبین؟ خاله جان خوب هستن؟ خوب هستین همه؟ چه خوبی، فقط جارو گرفتیم دستمون داریم از رو زمین مو جمع میکنیم. پسر بی وجدان کچل شدم. شما که کچل بودین چرا انقدر عصبانی؟ بودم ولی دیگه دور سرم که مو داشت. اون محصولات شما رو زدم اونا هم ریخت. مطمئنی؟ چرا آخه؟ جدی فقط من نیستم که علی رضا کچل شده، محمد رضا کچل شده، آقا ابراهیم بود داداش بزرگم. این تا زانو داشت. اون الان راه افتاده داره میاد دنبال در خونتون. خب نذارید بیاد. آخه من شامپو رو فقط به شما فروختم. چجوری این همه آدم استفاده کردن؟ من نمیدونم. اون دیگه داره میاد در خونتون. فقط فرار. جلوشون بگیرین. من اینطوری. بچه‌ها اصلا نگران نباشید. ببینید همیشه ضریب خطا برای محصولات هست. هست. چیزی که باید شما بهش خیلی دقت بکنید و خیلی مهمه چیه؟ کله کچل آقا هوشنگ. اشتباه میکنه. هدف. اینه که 6 ماه دیگه شاسی بلند زیر پاتونه. به هدف توجه کنید. و غرق شید در هدف. استاد چیزی نیست که اونجا. منم علتش چیزی نمیدونم. ولی هدف. آقا هوشنگو چی کنی؟ یا آقای موتوری این چه کاریه؟ الان 6 ماه اومدیم هنوز 1 تومن هم دستمون رو نگرفته. نه بابا متین تو هم حالا اینقدر ناامید نباش دیگه. من دلم روشنه. ببین ما بالاخره موفق میشیم. خیالت راحت. ولی ببین قبول کن تو 6 ماه درست دل به کار ندادیم دیگه. ولی عوضش کارو یاد گرفتیم. به قول آقای سرشاخه میگفت ما موفق میشیم. نه فوراً. ولی حتما. آفرین. تموم شده. خب الان آبرومون جلو دوست و رفیق رفته چه کاریه؟ پس تو به دوست و رفیق چی کار داری؟ ولشون کن. ما کار خودمون رو بکنیم ما زودتر به موفقیت برسیم. اصلا یه کاری بکنیم انرژی بگیریم. یه تصویر سازی کنیم.
متی این نوعی رو اسم میکنی؟ آره. ماشین تو چیه؟ از این جدیدای مال تو چیه؟ از این خیلی قرمزه. خوش به حالت، بس برای تو خیلی خفنه. اصلا پشت کار من همیشه گفتم هدف، فقط هدف. آفرین متی، آفرین. آقای موتوری ما تا اینجای ما رفتیم تو گل. کمر بابا کمر. من قرار بود ماهی 20 تومن در بیارم، الان به همه زیر مجموعهم حداقل 20 تومن بدهکارم. تقصیر منه؟ تقصیر توه دیگه. من زندگی خودمو داشتم. منو برای تو نتورک ناسلامتی من آقای موتوری بودم و الان یه موتور واسه من نمونده دیگه پسر. چی دیگه از جون من میخواد؟ هر جا هم میخوام برم من اتوبوس باید بلندشم برای و ببین پول بلیط هم دیگه ندارم. هر دفعه که سوار بشم بعدش باید فرار کنم. این لعنت بهت ها. چه هدف؟ عشق داداشم کامبیز. داداش نکن با ما خودمون یه تریدی داداشیم. تو نمیگی اون لباسا رو بردی اجاره کردی، ماشین رو اجاره کردی بردی، نباید بیاری با صاحبش؟ میارم داداش، چرا میارم دیگه. میاری که امروز قرار بود بیاری دیگه. خب دارم میام دیگه، یه خورده جلسه ما طول کشید. جلسه نکن، بردار بیار بابا. قیافت به کچلوار میخوره تو. بابا من الان یکی از سرشاخه های نتورک هم داداش، با من اینطوری صحبت نکن. آره جون خودت. میدونی من چقدر درآمد دارم؟ چقدر؟ خیلی من درآمد دارم. بودو برده بیار. الان میارم دیگه. الان شهرام دویدی یا؟ بودو میام. شهرام بودو میام. همانطور که دیدید ما تا کمرمان در گل فرو رفتیم. قرار بود در هر دستمان 1092 نفر زیر مجموعه داشته باشیم و تا آخر سال شاسی بلند بخریم. اما اکنون 1092 نفر دنبالمان هستند، چرا که حتی یک تار مو روی سرشان پیدا نمی شود. بعضی ها حتی ابرو ندارند. البته که من معتقدم محصولات ما خوب بود. بگذاریم. به قول آقای سرشاخه را هم خواهد یا خواهی را هم ساخت. بابا میشه بس کنی؟ ای بابا ول کن دیگه تو هم. چرا که نه. تا برنامه بعد.